سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدین به پارت دیگه از سری تریا. من ایسایم. امیدوارم که هر جا هستین حال دلتون خوب باشه. اولا که سالتون مبارک. امیدوارم که هرچی میخواین توی امسال دست بیارین، هرچی که واسش برنامه‌ریزی کردین. و توی این پارت میخوام که برم سراغ اسکلتون بزنمش و بریم تو دانجن و دیگه اصلا میج خیلی خفنی بگیریم. من فقط یه کاری که کردم، شاید بگید که شاید خفنه باحال موومنت کاراکترم کله تکون می‌خوره. این یه مادیه که شما میتونید با تیم لودر نصب کنید و بازی کنید که با این ماد موومنت ویژوال و لایت اند شادوز باعث میشه که هم گرافیک بازی ذره باحال‌تر باشه و مثلا لایت‌های بیشتر، مثلا این تیر میزنم اینجا سبزاش خیلی قشنگه. من اولا باید یه دونه خونه برای چیز بسازم، برای گوبلین تینکرر بسازم. بریم سراغ پیدا کردن گوبلین تینکرر معمولا توی بایوم قارچی خب خیلی شانس پیدا شدنش بیشتره، چون بایوم بزرگه و اینم که خب سریع اسپان میشه. باورم نمیشه بعد از 10 دقیقه گشتن همینجا بود. حتی همینجا بود که اسپان شد اینجا، ولی سرویس کرد ما بابا. دمت کرد. نه خدایی با این که جوگان کرد دوستم لژندری این دفعه فیکسن. پلتفرمام که بعید میدونم که هم میدهی نهید که چوب میکنم، ولی همش دیگه آماده است که پارلنتر اینا چیزی هم نیستش دمیج زیاد کنه. همینا اوکیه و اینا هم که خیلی ریفورجای بدی داره، ولی اشکال نداره. ما که بازیمون در حد خدایانه، ولی اشکال نداره. خب ایال شانس خوبمونم کنار کریمزون قشنگ تازه چوبای مفتکی داریم اینجا. نمیدونم یه تست میرم ببینم میتونم بزنمش تو این ثانیه. نمیدونم که نمیرم، ولی گاردین آف د دانجن بچه اینم یه چیز تایتل باسو میزنه، خیلی بامزه است. توی مستر مود باید اول دستاشو هدف بگیریم که سخته یه ذره، چون دستاش خیلی کوچولوه. این اسپیس کنم کلیکانه بدون اسیستیه، اینه یه ذره نشونه گیری آدم خوب باشه و تو بتونه سریع‌تر بزنه. یه بعدی دیگه هم که داره مثلا دستشو میزنی بعد چند دقیقه دوباره دستاش میاد. ای بابا حتی میزد در کلا. از اینکه منو ساب کردید ازتون خیلی ممنونم. فقط امیدوارم اسپان شده. خدا رو شکر. وقتی هست اسپان نمیشه 10 سال بعد اسپان میشه این یارو. دیگه شب شدهش، من این مسخره رو بکشم. به نظرم موومنت هم اوکی دیگه پوشن رو بخورم.
ماجیک پاور ریجنریشن هلت ریزن. خب این دفعه دیگه بریم برای زدنش. این دستاش جز یکی از بدترین قسمتشه، داره سخت قسمتش. زامبی احمق. خب دیگه الان دفنسش میاد پایین بعد از اینکه دستش میزنی. باورم نمیشه انقدر اسم خیلی زدم. یا آخرش دیگه بمیر دیگه. فکرم مرد دیگه مردش. جی تمام. خب امیدوارم کتابشو بده. ایول بچه ها، این خفن ترین اسلحه میجیه که شما میتونین دریافت کنید که اسکال سامه میکنه، یه دمیج فوق‌العاده میزنه و جز خیلی اسلحه‌ای که خیلی کم توجه شده و واقعا فوق‌العاده است این اسلحه. ایول مکانیک، چطوری مکانیک؟ آشغالی میفروشی بخیالت. این میشه آشغالی کوبالت شید، به درد نخورتره. الان یه چست دیگه اینجا که توش اسلحه میلیه که به درد من نمیخوره. ایول این یه اسلحه دیگه شم گرفتیم.
این اصل بدی نیستش ولی من هیچ وقت دوست نداشتم. بچه‌ها خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدین. لایک، ساب و زنگوله فراموش نشه، حتما بزنید تا از ویدیو جدید خبردار بشین. پارت بعدی قول میدم زودتر بذارم که چنل زنده میمونه و مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار همگی.